السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز انشاءالله در همون موضوع چیزهای صحبت میکنیم که از در حمام، چیزهایی که در حمام هستند و همون اشیاهایی که در حمام استفاده میکنن. این لغت عربی 26 بگیم درس هست. انشاءالله ما همون چیزها را با صورتهاش و نوشته شدگیهاش همش پیشکش شما میکنیم. انشاءالله شروع میکنیم انشاءالله از کلمه اول با همراه صورت و تصویرش. یکم کلمه یا اینکه صورتی که شما میبینید الحمام گفته حمام رو میگن، یا اینکه بنیه میگیم خمون الحمام همین حمام رو میگن. در اونجا چی بگیم؟ آبازی کرده شده که اون چیزی هم بگیم شوشته شود دستور. مثلا مشطون گفته شانه را میگن. خیلی همین خیلی نوشته میشود و صورتش در بالای همین هست. مشطون شانه را میگن. میقصون گفته قیچی را میگن. صورتش همین خیلی است و نوشته شدهش آخرش تشدید دارد. میقصون نامیده می شود. علاقه کشال کنک، چیزی که در او کشال میکنیم ویشل کش میگن. در او پوشاک کشال میکند، این که مثلا که سرچاق کشال میکنه، هر چیزی که کشال کرده میشه در او علاقتون میگن عربا. حنفیتون یوش تشدید دارد و حنفیتون گفته همون کرینیک هایی که هوی میکنن محکم میکنن آب میریزد، اینا حنفیتون میگن. حاضر انشاءالله این رو در جمله میاریم انشاءالله. چندین کلمه هایی که اینجا الان با کلمه های تاجیکی یک است. شامپو گفته شامپون میگن. خمون هم شامپون میگیم، روس ها هم نمیدونم بفکرین شامپون میگن. با بگیم که عربی شامبو میشود، شامبو. دیگر که صابونون، صادقتی سینه، صابونون صابون میگن. صابون میگن. همین طور نوشته میشه و خیلی خوانده میشود. خیلی دیدیستین در روی صورت. فرشات و اسنانین همون شاتکای دندانشویی رو میگن. فرشات و اسنان شاتکای دندانشویی که به کلمه تاجیکی که به کلمه فارسیش نمیدونم که شاتکا را چی میگفته باشن. خلاصه اگر که همین فرشات و اسنان گفته، بعضی انسان ها میگن که همین شاتکه به عنوان مسواک میشه در فارسی. نه که مسواک هم کلمه عربی است، مسواک هم میگن، اما بعضی همین خیلی میگن والله اعلم. معجون گفته خمیره دندانشویی، هم بگیم پستا یا که خمیره دندانشویی که مثلا که خمون پستاش میگن دیگه چی به کلمه روسی استفادهش میکنیم، همین معجونون میگن. معجونون. الان انشاءالله جمله سازی را متوجه باشید که انشاءالله جمله سازی شروع می شود. الحمام نظیف گفته اینه که همون حمام پاکیزه هست، تازه هست. اینه که نظیفون چی؟ پاکیزه هست یا اینکه تازه هست. فیه مغسلتون در همون پوشاک شوبک هست که چیزی که میشوید مغسله میگوین. و حوض استحمامی و بگیم که همونجا وانه هست. حوض استحمامش میگه حوضی عبوز میکردگی. و سخانت و کهربی نام میشود. دیگر چیزهایی که در اینجا خشک کرده رفتن میشود. و علی الحائط رفون و بر بگیم تنه همو در بگیم تنه همو دیوار رف هست، تاقچه هست. تاقچه را گفتن در اینجا مثلا اینکه همون پالکایی که کتاب میمونی، یکم پیاله و طبق میمونی، یکی چیزی که بمونی فرق نداره، او مثلا اینکه تاقچه میشد. و علی الحائط رف علیه فرشات و معجون اسنان، در اون بگیم شاتکو هست و خمیره دندانشویی است. و مشطون و شانه هست. و میقصون و قیچی هست. و مرآتون و آینه هست. والله علم. این مرآت در حدیث دیگر هم گفته که مثلا که در برای مسلمان آینه یک دیگر است گفته فهمانده بودیم. این حدیث ها را متوجه شود که همین کلمه ها با زیادتر در اوجه بگیم کلمه ها را ما ترجمه تحت لفظی کرده هستیم، انشاءالله استفاده زیادتر می شود. جمله دیگر انشاءالله متوجه شده که جمله دیگر هم شروع میکنیم. محمود یفتح الحنفیه و یغسل یدیه بالماء والصابون. محمود این نامی آدم هست. محمود یفتح میکشوید
الحنفیه همون کرینیکایی که آب میدم جا دستوش میشود، یعنی که محمود میکشاید همون آب رو بگیم ده، همون کرینیکای حنفی رو میکشاید. و یغسل یدیه بالماء، میشوید دستهایش رو بالماء گفته به آب یا گفته گذشته گیسیم. و صابون و چی؟ صابون قطی. دیگر همین کلمه هایی که نباشد، چند قایی که نباشد، شما میتونید که در جمله فقط بیارید و در اون واو قوش کرده و در سوی دیگر گذشته مثلا که اون آدم بگیم که میخرد یا که خورد یا که بخور، همین در طریقه صرف شوردگی هستیم. مثلا یفتحو میکشوید یا که فتحه کشاد، افتح بکشا. همین خیل کلماتی شما استفاده کرده انشالله هر کلمه‌ای که نباشه شما ساخته میتونید. فقط شما متوجه باشید و در سوی گذشته که در اونجا بعضی کلمه ها رو هم خیلی صرفشون گفتگی هستیم چه خیل میشود و در اگر که امر کردنی باشه چه خیل میگوی، یعنی که گفته باشی که او کردنی هست چه خیل میگوی، یا که کرد بگوی چه خیل میشود. همین ها در اونجا گذشتگی هستند. دیگر کلمه رو شما میتونید که خیلی فقط که عباره بگیم کلمه هاشو از یاد کنید، دیگه عباره سازی یعنی که جمله سازی برای شما انشالله خیلی آسان شده رفتن میگرده. اما شما خیلی از که چیز فراموش نکنیم که باید کلمه ها رو از یاد کنیم برای جمله سازی کردن. وقتی که ما اگر کلمه رو از یاد ندونیم جمله سازی کردن نمیتونیم، هر آینه با ما دشواری سخت میشد و ما مشکل میشه دیگه، شاید که پیش رفتن نتونیم در لغت عربی. وقتی که ما کلمه از یاد که باشن در جمله سازی کردن چه شما دیدید فقط واو میاریم، یعنی که فقط متوجه میشیم که ماضی است مضارع است که امر. والله اعلم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.